الحمدلله که مسلمان هستیم. هر کسی که این همراهان را مقصد در راستی هر کسی که روا می‌بیند برادرای عزیز در نسبت آنها ما باید هیچ وقت گمانی نیک نداشته باشیم. خود شما اگر در اینترنت ها نگاه کنید ابو بسیاره، ابو مریم، ابو صهیب، ابو مثال یک بدبخت دیگر برای ابو محمد مدنی. من اول نمیدونستم، من فکر میکنم این جزئیات برای تاجیکی اساس قبلا نمیتونست. این بعد میفهمم که از همین عشق بوده است، از تاجیک خود بوده است که امروز در تاجیکستان ما یگان نفر برادرای عزیز از روی عقیده این آدم مسلمان وجود نداره. اگر گوش کرده باشه کسی گوش کرده است و کس میدونه. دعوت ما به سوی ترک شرک و تحقیق توحید، دعوت ما به سوی کفر بالطاغوت و موالات مسلمین و اعلان براءت از کفار و مشرکین، تطبیق حکم الله، ترک حکم غیر الله، شرک و کفر خواندن قانونی که بجز الله برآورده اند و ترک محکمه های غیر شرعی کفری طاغوتی. چقدر تلبیس دارند، حق و باطل را آمیخته میکنند، چقدر منهج های بد را آشکار میکنند، چقدر خباثت خود را آشکار میکنند. همه شما مشاهده کردید، زیرا که هزارها نفر اونها را دید و در یوتیوب وجود دارد. فقط من یک چیز را میخوام به شما، یک نقطه را برسانم که صوفی ها اهل سنت و الجماعت را خوارج میگویند و ما یک چند سال است میگیم که خوارج حقیقی انمین صوفی ها هست، برای آنکه صوفی ها اهل سنت را کافر یا مجسمه و غیره میگوید. مجسمه میگوید کافر میگوید و سلفی میگوید کافر میگوید و بعد از این باید کشته شود میگوید، باید سلفی ها رو بکشید میگوید. اول خوارج میگوید، مجسمه میگوید، بعد از این کشتنش حلال میگوید. و عیناً همین چیزها از دهان خود اونها به ویدیوهایشان شما مشاهده کردید که حاجی میرزا برآمد، اهل سنت و الجماعتی که الله سبحانه و تعالی را در بالای عرش میدانند، الله را اثبات میکنند که به ذاتش در بالای عرش است، اینها را مجسمه گفت، اینها را متشدد گفت، اینها را خوارج گفت. اهل سنتی که شرک را شرک میگویند، طاغوت پرستی را طاغوت پرستی میگویند، دعوت به سوی توحید میکنند، اینها را خوارج گفت. زیرا که در نزد این علماء طاغوت توحید این خوارجی است، موحد شدن این خوارجی است، کفر به طاغوت بگوید این خوارجی است، قرآن و سنت بگوید خوارج شده اید شما. این جهلا خوارج نمیشناسند، خوارجی حقیقی را نشناختند. دعوت پیامبر را که اصلی دعوت پیامبر این توحید است، وقتی که ما دعوت میکنیم همین را خوارجی میگد، منهج پیامبر را خوارجی میگد، قرآن و سنت را خوارجی میگد. و بعد از این میگد که خوارج ها را بکشید، هر جایی که بینید بکشید میگد. اما خودی حاجی میرزا خوارج است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما را اهل سنت را کافر و مرتد میگوید. در ویدیوی آخرش دیدیم که میگد که شما کافر و مرتد هستید. بختری را هم دیدید میگد که خود شما کافر و مرتد هستید میگد. اعوذ بالله. شیعه ها را برادر میگند، ایشون هایش از نوریدین شروع کرده تا حاجی میرزاش، بختریش و غیره. اهل سنت میگن که اینها اهل سنت، یعنی طالب علم های اهل سنتی که دعوت به سوی یکتا پرستی میکنند، توحید اسما و صفات رو زنده میکنند، اینها رو میگد که شما مرتد و کافر هستید. خود شما میگد، یعنی اهل سنت کافر و خوارج میگد، کافر میگد، مرتد میگد. و بعد از این میگد که اینها را بکشید میگد. یعنی حاجی میرزا به حکومت تاجیکستان فتوا داده ایستاده است، به همون میلیسه های ظالم، به همون امنیتی های آدمکش، به همون خوبسا این انمین بنام علما، بنام فتوا دهنده و مفتی ها فتوا داده ایستاده است که
انا همین سلفی ها را در تاجیکستان قاپیدید، اینها را بکشید، اجر میگیرید. مگر حاجی میرزا خوارج حقیقی نیست که اهل سنت رو کافر و مرتد میگه و بعد از این میگوید که اینها را بکشید اجر میگیرید؟ در کجا یابد بکشید میگه؟ مسجد به مسجد در روسیه حاجی میرزا گشته است، دور زده میگه که اینها طالب علمای اهل سنت میگه اینها خوارجن، اینها را در کجا یافتید نابود کنید میگه. این به مصلحه کیست؟ این به فایده کیست؟ این علماء تاجیکستان، این طاغوت پرستا به کی خدمت دارن میکنن؟ به دین اسلام، به قرآن و سنت، برای ظاهر شدن توحید دارن خدمت میکنن یا که به طاغوت؟ رب اینها کی است؟ الله است یا که امام علی است؟ دین اینها دین اسلام است یا که ساخته پیشواش است؟ کتاب اینها قرآن است یا که کنستیتوسی است؟ سنت در نزد اینها سنت رسول الله با فهم سلف این امت است یا که سنت دین در نزد اینها هر چیزی که خودشون میگویند به هوای هوس خودشون به ساخت طاغوتشون است؟ عیناً همینچنین هستند. اینها دین عوض کردند. اما افسوس که مردم به فریب اینها داخل شدند، افسوس که مردم حقیقت اینها رو نشناختند. لیکن الحمدلله امروز این ایشان ها، این حاجی ها، این بختری ها و مولوی ها به زبان خودش، به شکل خودش، به ویدیوی خودش هم جاهل بودن خودش رو میفهماند، هم خائن بودن خودش رو میفهماند، هم بیدین بودن خودش رو میفهماند، هم انا همون فتوا دهنده بودن خود رو، آدم کش بودن خود رو میفهماند. انا همچنین ملاهای جاهل بودند که در سال 1990 فتوا دادند. 1990 91 92 وقتی که جنگ شروع شد در تاجیکستان، در همینجا انا همچنین ملاهای جاهل بودند که فتوا میدادند فلان طایفه رو به بیخش بکشید، زنهایش بگیرید، تجاوز بکنید، گویم فتوا میدادند. این خوبسا، این بنام ملاها میگویند که این طالب علمای اهل سنت انا منها خون حلال میگوید، مال ما را حلال میگید. میگن ای برادرها، یک چند سال است ما شما را دعوت به سوی توحید میکنیم، آیا یگان مراتبه دیدید که ما درباره خون کسی صحبت کرده باشیم؟ آیا دیدید که ما گفته باشیم که فلان جماعت یا فلان انسان خونش حلال است، بروید این کنید اون کنید؟ یگان مراتبه دیدید که آدم کشی را ما به شما دعوت کرده باشیم؟ والله ندیدید. یگان مراتبه دیدید که درباره فتنه و فساد صحبت کرده باشیم؟ ندیدید. اما اونها، این علمای طاغوت ما را تهمت میکنند که به سوی آدم کشی این اون گفتن. ما حالا که اصلا به سوی این چیز دعوت نکردیم، ما به سوی یکتاپرستی دعوت کردیم. خود اینها خونخوارند. خود این علما به نام علمای سو، علمای طاغوتی، اینها خونخوارند، اینها خائنند. ما طالب علمای اهل سنت رو میگویند که اینها مجسمه هست. برای چی؟ برای که ما الله در بالای عرش میگیم. میگن که اینها خوارج است. برای چی؟ برای که ما مشرک میگیم. کسی که شرک اکبر کرد مشرک است میگیم. کسی که زنا کرد زناکار است. کسی که دزدی کرد دزد است. کسی که خائنی کرد خائن است. کسی که دروغ گفت دروغگو است. کسی که شرک کرد مشرک است. کسی که کفر اکبر کرد کافر است. مسلمان ما کافر نمیگیم. کسی که مسلمان کافر میگه این گمراه است، این غلو کرده است، این خوارج است. اما در نزد این علمای طاغوت پرست شرک اسلام است، مشرک مسلمان است. برای همین اومدن ما را خوارج گفتن و بعد از این ما را گفتن که اینها مرتد است و کافر است. به خاطر چی ما را مرتد و کافر گفت حاجی میرزا؟ کنی حجت تو ای جاهل کلغفس طاغوت پرست، کنی حجت تو که ما کافر مرتد است؟ حجت ندارد. دلیل از قرآن و سنت دین ندارد. دلیلش پیشواش است، دلیلش شکم دم خودش است، دلیلش دو همون روی بولدک خودش است، دو روی گامبورگر خودش است. هیچ چیز دیگر دلیلش هم شکمش است. بعد از این میآید میگوید که اینها را بکشید. میگه بکشید. این فتوا را به کی داده شده است؟ این فتوا را به همون حکومت تاجیکستان، به حکومت روسیه، به حکومت روسیه گفته است که هر کسی که اهل سنت است بکشید. انا کنون فهمیدید حقیقت صوفی رو، که صوفی ها از رافضه هیچ کمی ندارند. اینها مسلمان کشند.
چقدر علمای اهل سنت اینها کشتند، چقدر علمای اهل سنت رافضه کشت، چقدر علمای اهل سنت صوفی ها کشت. یکی از فرزندهای محمد ابن عبدالوهاب را، نبیرهشون را، سلیمان ابن عبدالله را، سلیمان نبیره محمد ابن عبدالوهاب، پسر عبدالله پسر محمد ابن عبدالوهاب را، صاحب کتاب تیسیر العزیز و فتح المجید شرح کتاب التوحید، صاحب کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید، در سن 33 سالگیشون صوفی ها دستگیر کردند. آیا میدونید که چگونه این جوان را به قتل رسانیدند؟ به منجنیق نشانیدند، به منجنیق شنانیدند، منجنیق را به سوی سنگ پرانیدند. چخیلی که ابراهیم را به منجنیق شنانیدند و به درون علاب پرتاب کردند، صوفی ها سلیمان ابن عبدالله علامه اهل سنت شیخ الاسلام را رحمه الله را که سن 33 ساله بودند به منجنیق شنانیدند، به سنگ زدند، پاره پاره شدند. به سنگ وقتی که رفته میزنید به سرعت بلند شکمشون، سرشون، تمام جسمشون، کف جسمشون پاره پاره شد. به خاطر چی؟ به خاطر توحید، به خاطر این کتابشون، کتابی که نوشته بودند تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید. و یکی از امام ها را که به حکم الله رسول حکم کرد کریست زدند، یک تخته رو به مانند کریست زدند، به دست و پای این حاکم مسلمانی که موحد بود میخ زدند، در درون ترکیه کوچه به کوچه میگردانیدند که ببینید ما سلفی را چیکار کردیم. گفته میدونید این چند صد سال پیش است صوفیان کار کردند، در ترکیه استانبول میگردانیدند ما سلفی را گرفتیم. گفته الله المستعان. بغض اینها ناامنی میکنند، این آن نیست. صوفی مشکلشون در این است که حقیقت چهره واقعی آنها که مشرک هستند، طاغوت پرست هستند، خائن هستند، دروغگو هستند، به واسطه ما آشکار شده است. برای همین آنها ما رو بد میبینند. آنها دروغ میگویند، ما طالب علمان اهل سنت میگیم که مردم آخرین دروغ گفته است. اژدها یک دندانش 11 کیلومتر بوده است و این دندانش این و آن، یکش میخیزد کنوی هندیست که فیلم هندیست که نقل میکند، دیگرش می آید مذهب ابو حنیفه رو، مثلا ایشون نوریدین مذهب ابو حنیفه رو انکار کرده، میگوید که ابو حنیفه پدر و مادر پیامبر رو کافر گفتند، ملا علی قاری کافر گفتند، شاگردای ابو حنیفه پدر و مادر پیامبر رو کافر گفتند، همه مشرکا رو مشرک گفتند. لیکن ما میگد سخن ابو حنیفه رو به یک طرف میپرتویم، ابو حنیفه درست نیست میگد، سخن اشعری درست است میگد. همه مشرکایی که در زمان پیامبر قریشی ها بودن میگد همیش مسلمان بود میگد. ما چخیرین او رو مسلمان بگیم؟ سبحان الله. اینها دین کتی بازی کردن. شیعه را برادری ما میگد. میگد که در اسلام 4 مذهب نیست 5 مذهب است میگد. مذهب پنجم مذهب جعفریه میگد. برادران شیعه ما است میگد. همون کسانی که مادرمان عایشه رضی الله عنها صدیقه بنت صدیق رو طعنه به ناپاکی میزنند اگر به تو برادر باشد، همون شخصانی که رافضه ها صحابگان را مرتد و کافر میگویند و به قبرشون توف میکنند و میگویند که پیش از روز قیامت ما اونها رو از قبرشون میگیریم و دره میزنیم و میسوزانیم جسمشون رو و صحابگان رو جهنمی میگوید اگر برادر تو ایشان باشد، همون رافضه ها و همون کسانی که قرآن رو تحریف شده میگویند و قرآن رو این قرآن ما نیست میگن برادری تو باشد، پس تو برادری ما نیستی، تو مسلمان نیستی، تو کافر هستی، تو مشرک هستی، برادری تو اونها هست. حتی می شاعرهایی که شما می شاعرها را دوست می‌دارید در یکی از دفترهای در یکی از ادبیات کلاسیکی تاجیک یکی از در وقتی مکتب میانه خوندن یک شعر بود، اگر میگه دوستی من با دشمنی من بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. گفتن شعری هست. اگر میگه دوستی من با دشمنی من بسیار نشیند، از این میبرد که میگه این دوستی ما نیست، میگه این دوست تمام دشمن شد. میگه
اگر تو دشمن الله و رسول الله را، دشمن صحابگان را دوست خودت بگویی، پس تو دوستی الله نیستی، تو دوستی رسول الله نیستی، تو دوستی دین نیستی. برای همین ما به اونها میگیم که اینها خیانتکارند. اونها شما را به گمراهی دعوت میکنند و گمراه کردند و انمینها سبب میشوند با این فتواهای خونیشون، با این فتواهای آدمکشیشون در بین مردم تاجیک باز خونریزی را، باز مسلمان کشی را زیاد کنند. مگر ترمه های تاجیکستان مگر پر نیست؟ همه ترمه ها مگر پر نیست؟ در درون ترمه ها مگر انسان ها 10 نفر با یک خوردن خلیب، با یک خوردن یک بردنان زهرآلود شده 100 نفر مردن، 50 نفر مردن، گفته کشتن نفر گفته سودان سلفی رو گفته. چقدر مسلمان های عادی که هیچ کاری نکردند به سبب یک ویدیو یا یک بلاگر یا یک چیز دیگر رو محکم میکند، میکشد. از این میبراید ببینید به فتوای همین علما است و خیر. ای تاجیکا به فتوای هم پیشوای شما است که این کار شده ایستاده است. جنابش میخیزد میگد که همه عملهای من موافق قرآن است میگد. اینها میگن که بله همه کار شما، گفت شما، زندگی شما 100% موافق قرآن و سنت است. آدمکشی شما بکشید. جناب عالی میگد بکشید، اجر میگیرید. همین است مگر علما. عالمی که میگد فرزندان خود را برای تعلیم گرفتن به خارجه، خواه مصر باشد، سعودی باشد، دیگر جاها باشد، نفرستید میگد. شرط نیست میگد آموختن. بمانید. یعنی چی؟ بمانید مردی کار شود، گردد در روسیه، خور و زال و غلام. برای چی؟ برای که در تاجیکستان آیا آموختن شرایط هست؟ نیست، وجود ندارد. از این میبرد که این حاجی میرزای جاهل مردم رو به غلامی دعوت میکرد. ترسی این ملاها به خاطر چی؟ به خاطر چی اینها میگن که نفرستید فرزندان خود را؟ به خاطر آن است که چقدر مردم از علم شریعت با خبر شوند، چقدر جوانها از علم شریعت با خبر شوند، همان قدر این جهلا، همان قدر این علماء سو حقیقتشان آشکار می شود. جاهل بودنشان، دروغگو بودنشان، خائن بودنشان آشکار می شود. به خاطر همین به خاطر همین میخواد پیش راه رو بگیرد. اینها کسانی هستند که پیش راه دین الله را میخوان بگیرند. یسدون، اینها کفر امتناع دارند. الله سبحانه و تعالی اینها را منافق آشکار در قرآن منافق گفته است. حالا آیت به یادم نماده است. الذین یسدون یعنی کسایی که میگیرند پیش دین را، پیشروی دین را. اعوذ بالله. انمین است خوری اینها، زاری اینها، انمین است گمراهی اینها. ما به الله پناه میبریم و از الله ثابت قدمی و حسن خاتمه را میطلبیم و شما را دعوت میکنیم که به حق، به قرآن و سنت، به فهم سلف صالح چنگ بزنید. الله استون میکنم. بله بفرمایید. سوره محمد بعد شیخ والذین کفروا یصدون عن سبیل الله اضل اعمالهم. احسنت. بله جزاك الله خیر. والذین کفروا یصدون عن سبیل الله و اضل اعمالهم. اونهایی که کافر شدن از دین الله میدارند، از راه الله میدارند. اینجا راه الله خیلی گوناگون راه است. از پیش ظاهر شوی توحید، از پیش ظاهر شوی توحید میدارند. یک، یعنی نمیمانند که توحید ظاهر شود، پیش راهش گرفته میسند. ای مردم میگند این گوش نکنید، این گمراهی است و غیره. یک طریقه. دوم طریقه، آموزش توحید را، تعلیم گرفتن دین را اجازه نمیدهند. به هر نمود راه نمیخواند که مردم بیاموزد حق را. این کفر است.
والذین کفروا یصدون عن سبیل الله، آنهایی که کافر شدند و کافر هستند از راه دین الله، از ظاهر شوی دین الله مردم می‌دارند، مسدود میکنند و به سبب همین کارشون همه عملهایشون باطل میشود. سبحان الله. جزاك الله خير برادر عزیزم، فهم عقیده، حفظك الله. جزاك واجزانا.